نگار هم اخراج شد؟ به خدا من هم متوجه نشدم سلطانم. آنطور که میگوین انگار دفترهای حرم رو خوب ننوشته. نگار امکان ندارد، برایش پاپوش درست کردن. نگار هم بیزار شده و به رفتنش راضی است. دیگر باید به حساب ماهیدوران برسیم گل آقا. باید سریع دست به کار شویم. باید چه کار کنیم سلطانه؟ گلفم خاتون برای چه نیومده؟ خیلی خسته بود، من هم گفتم کمی بخوابد. تو برای چه خواستی مرا ببینی؟ برای صحبت فکر کردم دوست دارید درد و دل کنید و همین که با هم غذا بخوریم فکرتون کمی آزاد شود. ممنونم خورم. اینطور دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن واقعا سخت است. امیدتون را از دست ندهید سلطانم. همیشه بعد از هر سیاهی روشنی و نور است. سلطانم خوش آمدید آقای خاتون. میخواستی چیزی بگویی؟ سلطانم شما مرا خواسته بودید. من کسی رو نخواسته بودم. یعنی چه؟ به من اینطور گفتند مسئله مهمی است که باید زود بیایم. شاید ماهیدوران کارت داشته است. خیر سلطانم، مطمئنم. گفتند خرم سلطان. ای خدا، حدسم درست درآمد. از چه صحبت میکنی؟ چیزی که میترسیدم سرمون آمد. چه شده است خرم؟ بگو. این بازی ماهیدوران است. میخواهد والد سلطانمان را بکشد. چرا سخن بیهوده میگویی؟ مگر یادتان رفته امروز چه حرفایی زد؟ گفت والدمان که فوت کند اداره حرم را در دست میگیرد. دایی خاتون تو همونجا بودی؟ البته شنیدم سلطانم. با اجازه شما من باز میگردم. نکند ایشان را تنها گذاشته ای؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ کنیز مورد اطمینانم را آنجا گذاشتم. ما هم برویم سلطانم، باید مانع بشویم. عجله کنید. گل آقا باید به نگار خاتون و سنبل آقا خبر بدهیم. وقت نیست خاتون، عجله کن. زود باش خاتون، زود باش. کسی پیش تو آمد؟ چه کسی تو را صدا زد؟ کنیز من بود؟ خیر سلطانم، زیاد ندیده بودمش. یکی از خاتونهای زیرزمین است. ای وای خدایا، ای وای خدای من. تو ببین والدی من چطور است. من میروم حکیم رو بیاورم. تو چه میکنی؟ سلطانم من والد ما
سلطانم، قسم میخورم من هیچ کاری نکردم. صدایت را ببر، ساکت باش. قصد جان والدهمان را کرده ای. والدمان نفس میکشن. خدایا شکر. خدایا شکرت. جان تو را خواهم گرفت. چه کسی تو را اینجا فرستاده؟ حرف بزن. ماهی دوران سلطان. انتظار کسی دیگری را نداشتیم. ماهی دوران سلطان تقصیری ندارند. خدیجه سلطان خواهش میکنم به حرفایم گوش کنید. به خدا من گناهی ندارم. گل آقا نزدم آمد و گفت که ماهی دوران سلطان را پیدا نمی کند. گل آقا؟ آری گفت که خرم سلطان میخواهد والد سلطانمان را بکشد. من هم آمدم اینجا که جلوی این کار را بگیرم. دروغگو، تو چه کسی را بازی میدهی؟ همه چیز معلوم است، با چشمهای خودم دیدم. سلطانم من بیگناهم، به من رحم کنید. مرا بازی دادند. سلطانم خوب هستید؟ صدایتان را که شنیدم زود آمده. خودش آمد. اگر مرا باور نمی کنید از او بپرسید. حقیقت رو بگو دیگر گل آقا. تو مگر نگفتی که خرم سلطان میخواهد والدهمان را بکشد؟ تو گفتی برویم او را نجات دهیم. تو چه میگویی خاتون؟ به خدا من که خبر ندارم. مگر چه شده؟ گل آقا، این خائن را زندانی کنید. دایی خاتون، از کنار والدهمان تکان نخورید. ماهی دوران؟ سلطانم چیزی شده است؟ با بیشرمی سوال میپرسی؟ چگونه این کار را انجام دادی؟ به والده ما سوء قصد میکنی؟ تا این حد نفرت داری؟ سلطانم چه میگویید؟ اصلا متوجه نمیشوم. خدمتکار صادق شما فیدان خاتون میخواستن والدهمان را بکشند. اگر نمیرسیدیم آن خائن به هدفش رسیده بود. این غیر ممکن است. فیدان این کار را نمیکنه. نمیتوانی انکار کنی. با چشمان خودم دیدم تو آن مار را فرستادی سمت والدهمان. تو فکر کردی که هستی ماهی دوران؟ چطور جرأت این کارها را داری؟ من بر سر فرزندم قسم میخورم که من بیگناهم. من از هیچ چیز خبر ندارم. باور کنید نمیدانم. فیدان خاتون که سر خود این خیانت را انجام نداده است. مشخص است تو دستور دادی. دروغگو. معلوم است که نقشه کشیده ای برای خاتون. سلطانم به حرفای این ظالم گوش نکنید. بر من تمام شده است. تاوان این خیانت را سخت خواهی داد ماهی دوران. سلطانم صدایت را ببر. حساب این کار را به سرورمان پس خواهی داد. شرم به تو. سلطانم کجا می روید؟ حالا چه خواهد شد؟ چه کار خواهید کرد؟ برای این موضوع سرورمان تصمیم می گیرند. سلطانم تصمیم سرورمان در این مورد کاملا روشن است. ماهی دوران را زنده نخواهد گذاشت. لیاقتش هم البته همین است. اما من به فکر سرورمان هستم. بعد هم به فکر شاهزاده مصطفی. این حادثه برای آنها خیلی سخت و دردناک خواهد بود. اما باید تاوان این کارش را بدهد. سلطانم شما را درک می کنم. اعصابتان خیلی آشفته است. اما مطمئن باشید که بزرگ شدن این موضوع به نفع هیچ کس نخواهد بود. فقط مسبب مصیبت‌های بدتری می شود. میخواهی چه کنم خرم؟ مادرم را میکشت بدون مجازات بماند؟ خیر سلطانم خیر. بزرگترین جزا برای او رفتن از این قصر است. معلوم است شاهزاده من به زودی به مانیزا خواهند رفت. او را همراهی کند. این گونه دیگر به هیچ کس نمیتواند آسیبی برساند. اما اگر نگران هستید میتوانید بگویید، هر طور که شما صلاح میدارید. حال فرزندانم چگونه است؟ خدا را شکر همه‌شان خوبند. مخصوصا مهمت خیلی خوشحال است. انگار که روی ابرهاست. چه شده؟ معلوم است دیگر بزرگ شده. من هم برایش یک اتاق درست کردم سلیمان. گرچه یک نفر تلاش کرد مانع شود، اما خرم دارم تلاش میکنم که از اتفاقات دور بمانم. لکن من که فرار میکنم آنها دنبالم میآیند.
با هم نزد سرورمان خواهیم رفت. امروز جایی نرو سلیمان. با هم باشیم. خیلی وقت است که تو را ندیدم. ابراهیم منتظر است. به زودی راهی سفر خواهیم شد. باید آماده شویم. وقتی والدمان بدحالند چطور می روید؟ حضور تو به والدمان قدرت می دهد. سعی می کنم زود برگردم. بیا. سرورم، بگو. خدیجه سلطان و ماهیدوان سلطان آمدند. بیایند. سرورم، سلطانم. خوش آمدی خدیجه‌ام. اتفاقی افتاده؟ ماهیدوان میخواست به شما چیزی بگوید. سرورم، نگار خاتون را عزل کردم. از قصر خواهد رفت. این دستور از کجا رسیده؟ نگار خاتون با تجربه است، نباید او را از دست بدهیم. ابراهیم پاشا هم اطلاع دارند. وظیفه‌اش را انجام نداده بود. علاوه بر این از او بی احترامی هم سر زده است. اگر چنین است تصمیم درستی گرفته اید ماهیدوان. اگر شما هم صلاح بدانید میخواهم دایه خاتون دوباره به مقام قبلیش بازگردد. نمی شود. من فقط میخواهم دایه خاتون مراقب والده باشد. پس باید به فکر کسی دیگری باشیم. عجله نکنید. من تصمیم میگیرم. هی سلطانم، تبریک میگویم. تله بزرگی بود و از پیروزی شما خوشحالم. اما از من به شما یک نصیحت: خدمتکارانتان را عوض کنید، زیرا با شما صادق نیستند. روزتان بخیر. من حرف تو را باور کرده بودم خرم. فکرم را عوض کردی. خوشحالم که نظرم تغییر کرد. بر علیه مادر بیمار من که در بستر مرگ است با خدمتکارانت تبانی میکنی؟ شرم بر تو باد خرم. بعد از این از تو چشم بر نخواهم داشت. هر حرکتی از تو سرزند به سرورمان خواهم گفت. حال از نظرم دور شو. سلطانم، گفته بودم کسی که یک بار خیانت کند باز هم می کند. گفته بودی هرگز. اما دیدی که باز به من خیانت کردی. چاره دیگری نداشتم سلطانم. مجبور شدم. چه اجباری داشتی؟ نگار، چه اجباری داشتی؟ لعنت به تو. من اینجا برای ماندن تو تلاش میکنم و تو بر علیه من شده ای. دیگر دشمنی تو با من مشخص است.
از گولاغا چه میخواستی؟ روا بود به او؟ چه کار کردی که باز ماهی دوران تو را اخراج کرده؟ این گونه بهتر از سلطانم. من دیگر خسته شدم، نمیتوانم بمانم. میخواهم برای خودم یک زندگی بی سر و صدا داشته باشم. در زندگی تو هیچ آرامشی نیست، آسایشی نیست. تاوان این خیانت را خواهی داد. نگار یک روز تاوان خواهی داد. سلطانه، سلطانم، شیرین خاتون میخواهد شما را ببیند. شیرین خاتون دیگر کیست؟ وای 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 وای، به خدا اتاق زیبایی است. اینجا چه خبر است؟ تو که هستی؟ من شیرین هستم. به سلطانمان خبر دهید که من میخواهم چیزی به او بگویم، اما سخت میترسم. اکنون به شدت وحشت زدم. انشالله که سلطانمان کاری نکنند. انشالله. سلطانمان روبرویت هستن. روبرویم هستن؟ دروغ میگویی؟ ای جان، پس چرا شبیه ساحره ها نیست؟ تو که هستی خاتون؟ من شیرین بخچه‌دار هستم. چشم بد از شما دور باشد. به خدا خیلی زیبا هستید سلطانم. به خدا که من مات شما شدم. وقت خوبی نیامده ای خاتون. چیزی نمیخواهم بخرم. بعد خواهید خرید سلطانم. من اکنون برای یک امر دیگری آمدم. چه کاری؟ از یک نفر برای شما خبری آوردم. او خود مرا به اینجا فرستاده. به دلیل رازی که اکنون خواهم گفت شما طلاهای خوبی به من خواهید داد. زمردها و یاقوت‌های زیبا هدیه خواهید کرد. اول بگو ببینم آن چیست؟ همانجا بیست. او را گشته اید؟ بله سلطانم. گشتند؟ پس نزدیک بیا. بفرمایید سلطانم. میخواهم به باغ بروم. مراقب بچه ها باش. من هم میخواهم بیایم. الان نمیشود، باید تنها بروم. بعد از این مسئولیتت سخت‌تر شده پرچم آقا. در نبود گل آقا کارها برایت سخت‌تر خواهد بود. نگران نباشید سلطانم، همیشه در خدمتتان هستم. پرچم آقا، این یک دام نباشد. آرام باشید سلطانم، کارهای لازم انجام شده است. خوب است. تو به راه بیفت. در عمارت مرمر منتظرم باش. خاتونها شما اینجا منتظر باشید.
تو که هستی خاتون؟ بلند شو، برگرد. گلشاه، تو هستی؟ خودم هستم سلطانم. میخواهید چه کار کنید سلطانم؟ باید صبر کنیم. باید اولین موضوع اثبات شود. خاتون حامله است. خب انکار میکند. میگوید از کس دیگری باردار است. چطور میتوانیم این را به دیگران اثبات کنیم؟ هیچ شکی نداشته باشید سلطانم. اگر به گوش خدیجه سلطان برسد روزگار آنها سیاه خواهد شد. پرچم آقا. سلطانم، گلشاه را ببرید به یک جای امن. هر چیزی لازم دارد برایش فراهم کنید. نترس، من حمایتت میکنم. مرا به قصر نخواهید برد سلطانم؟ اکنون نمی شود. اگر تو را ببینند بدون شک تو را می کشند. باید با فکر قدم برداریم. هرچه نباشد کسی که در مقابل ما قرار دارد صدر اعظم است. چه می خواهید بکنید؟ راهی پیدا خواهم کرد. تو منتظر خبر از من باش. تا آن زمان به تو تاکید می کنم جایی دیده نشوی. متوجه شدی؟ ممنونم سلطانم، خیلی ممنونم سلطانم. اگر شما نبودید چه بر سرم می آمد؟ خیلی مراقب باش. جان گلشاه و مراقبت از او خیلی مهم است. نگران نباشید سلطانم. نمیخواهم این خاتون نگرانی داشته باشد. علاوه بر این نگار کالفا را تحت نظر بگیر. میخواهم بدانم که با چه کسی رفته آمد دارد. هر چیزی که به اثبات این رابطه پنهانی کمک میکند را برایم بیاور. دقت کن چون موضوع بسیار محرمانه است. اطاعت سلطانم. مادر جان، مهری ماه زیبای من، پس اینجا هستی؟ برای دیدن عمه آمدم. میخواهیم با هم گل بچینیم. چه خوب. تو برو با دو قلوها بازی کن. سلطانم، میدانم هنوز از من ناراحتید، اما هر کاری انجام دهم برای نظم در حرم است. برای همین والدم را بازیچه این بازی کثیف کردی؟ نظم حرم این گونه برقرار نمی شود خرم. در حق من بی‌انصافی می کنید سلطانم. این جنگ را من شروع نکردم. برای من راه دیگری نگذاشتند. شما هم از همه اتفاقها با خبرید. نگران نباش، من خوب میدانم چه کسی چه کاری انجام میدهد. فقط دیگر نمیدانم که به شما چه بگویم. شما را به خداوند واگذار کردم. سلطانم، حوری جهانم، عثمانم،
میخواستند مهر ماه را ببینند. خوب کردید آوردیدشان. اگر بروند نزد والدیمان بسیار خوب است. با بودنشان به او قوت میدهند. قرار بود برویم گل بچینیم. پس منتظر چه هستید سلطانم؟ خیلی شیرینند. همینطور است. چه خانواده‌ای بزرگی شده اید. خداوند شما را از چشم بد دور نگه دارد. انشاءالله همیشه اینقدر خوشبخت باشید. آمین. سلطانم، با اجازهتان من به اتاقم میروم. با چه رویی میتواند با من روبرو شود؟ سلطانم، چون شما خواسته اید سکوت میکنم، وگرنه باید جواب کارهایش را بدهم. سرورمون به اندازه کافی ناراحت هستند. ما هم از او مدرکی به دست نداریم. نمی شود به حرفهای کنیزها اعتماد کرد. سلطانم، امروز در بازار نگار کالفا را دیدم. داشت گهواره می‌خرید. گهواره؟ گفت همسایه‌ای دارد که حامل است، برای او می‌خواهد. حتما همینطور است. خب دیگر چه گفتید؟ تک و تنها چه کار میکند نگار؟ والله فقط چند کلمه صحبت کردی. او خیلی زود رفت، اما خیلی برایش ناراحت شدم. این همه سال با هم کار کردیم. ماشاءالله خیلی قابل است، خیلی هم با فکر. ای کاش میشد بازگردد. دیگر حرم صفایی ندارد سنبل. نگار، گل آقا، هر کسی که در کنارم بود رفت. وای سلطانم، پس من اینجا چه هستم؟ اگر چیزی خواستید حتما به من بگویید، عصای حاضر میکنم. من هم به همین خاطر صدایت کردم. میخواهم بدانم کنارم هستی یا در مقابلم. سلطان، به سوالم جواب بده. کنارم هستی یا این که در مقابلم؟ سلطانم، من کیستم که در مقابل شما باشم؟ پس یعنی کنارمی. سلطانم، سریع توضیح بده چه شد؟ آیا گفته های گلشاه حقیقت داشته؟ خانه‌اش را تحت نظر داشتم. شب بود که ابراهیم پاشا آمد. مطمئن هستی او بود؟ هیچ شکی ندارم. علاوه بر این خاتون باردار از سلطانم. در نهایت یک خبر خوب رسید. پاشا شب را در آنجا ماند؟ چند ساعتی آنجا بودند، اما قبل از اینکه دیر شود رفتند. بگویید عرابم را حاضر کنند. باید به دیدارش بروم. ماهی دوران چه شده؟ نکند برای شکایت از من رفته ای؟ خب آخر جور دیگری نمیتوانی به اتاق سرورمان بروی؟ اتفاقات اخیر اعصابتان را به هم ریخته است. از حسادت در حال مرگید. این روزهای خوبت هست. من جای تو بودم خوش می‌گذراندم. هوش من از حرف‌های بیهوده پر است. اتاق شاهزاده‌ام چه شد؟ تو آن را بگو. چرا هنوز حاضر نشده؟ هنوز تعمیراتش تمام نشده. چه تعمیرات تمام نشدنی؟ نکند داری قصر می‌سازی؟ مصطفی راهی سانجاق است. مشغول آماده سازی وسایل او هستم. بالاخره کارهای اتاق انجام می‌شود. همین امروز آن اتاق باید حاضر شود. تو نمی‌توانی به من دستور بدهی، زیرا من حرم را اداره می‌کنم. ماهی دیوران، تو حرم را اداره می‌کنی، اما فراموش نکن اتاق سرورمان هم در دست من است. به ابراهیم دل خوش نکن. او امروز هست اما فردا معلوم نیست.
سلیمان. کجا بودی؟ به باغ رفتم. خدیجه سلطانمان همونجا بودن. کمی صحبت کردیم. چگونه بود؟ خیلی امیدوار بودند. گفتند والده‌مان به زودی حالشان بهتر می شود. اما این مرا نگران می کند. منظورت چیست؟ سلیمان، والده‌مان خوب نیستند. باید برای هر چیزی او را آماده کنیم وگرنه برایش سخت است. او 2 فرزند دارد. همسری دارد که بسیار دوستش دارد. در کنار آنها دوباره حالش خوب خواهد شد. بله، همینطور است. چقدر زیباست. کار خودت است؟ خیر، هدیه ماهی دوران است. این را چطور قبول می کنی؟ ممکن است بعد برداشت کند، خیال بافی کند. ای عشق، هر که هرچه میخواهد بگوید، هرچه میخواهد انجام دهد، اما چه سود؟ زیرا من پادشاه عالمم و تو پادشاه من. چه شد سنبل آقا؟ نکنه ترسیده ای؟ سلطانم چرا دروغ بگویم؟ بلایی که سر گل آقا آمده را هنوز از یاد نبرده. درست است، او را بیرون کردند. اما فکر نکن او را رها کردم. او پاداش وفاداری من را گرفته است. هر احتیاجی داشته باشد دریغ نمی کنم. اکنون هم بسیار آسوده زندگی می کند. خوب. از تو هم انتظار همان صداقت را دارم. گذشته را فراموش کن. هرچه بود گذشت. باید به فکر آینده باشیم. می توانی به من کمک کنی و آینده درخشانی داشته باشی، یا اینکه به ماهی دوران خدمت کنی و بدبخت شوی. انتخاب با توست. به والله سلطانم، خدمت کردم به شما برای من یک افتخار بزرگ است. آری. تصمیم عاقلانه‌ای گرفتی. آخر چگونه سلطانم؟ ایشان دارن حرم را اداره می کنند. مسئله اصلی همین است. تا والده‌مان از دنیا نرفتند باید ماهی دوران از اینجا برود. برای این هم هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد. متوجه شدم سلطانم. با این وضع باید یک مسئله مهمی را به شما بگویم. ماهی دوران سلطان دستور دادند یک کنیز برای سرورمان حاضر کنند. ماهی دوران، وقت مرا نگیر خورم. میدانم با چه سرگرم هستی. برای سرورمان کنیز فرستادی. من نماینده والدینمان هستم. وظیفه امین است که سرورمان را راضی نگه دارم. امیدوارم غمهایت چند برابر شود. چون تو خودت نمیتوانی بروی این کار را کردی. تو به فکر خودت باش خورم. چه شد پس سرورمان که قرار بود به جز تو با کس دیگری نباشد؟ این خواستت اتفاق نمیافتد. پس چرا آن کنیز هنوز در اتاقش است؟ کدام کنیز را میگویی؟ همون تازه وارد؟
قبلا هم خاتونهایی برای سرورمون فرستاده شد. حتی یک پرنسس در بین آنها بود. الان کجا هستند؟ به اطرافت نگاه بینداز. به جز من کسی دیگری را میبینی؟ من هم در قلب ایشان جای دارم و مصطفی میوه این عشق است. اگر باورت نمیشود میتوانی از گلفم خاتون بپرسی که به خاطر من چه سختی هایی کشیده است. تو هنوز هم با گذشته‌ات زندگی میکنی. هر چیزی یک زمانی پایان میگیرد. قبول این مسئله سخت است، اما باید قبول کنی، زیرا حقیقت این است. هر کاری که میخواهی انجام بده، نمیتوانی آن را تغییر دهی. یک روز همین اتفاق برای تو میافتد. روزی یک خاتون خواهد آمد که خانه عشق تو را ویران خواهد کرد. ماهی دوران، من را با خودت مقایسه نکن. اگر تمام خاتونهای زیبای جهان هم جمع شوند، به گرد پای من هم نخواهند رسید. این غرور تو را از پای در خواهد آورد. آن روز به یاد حرفای امروز من خواهی افتاد. زیاد دلت را خوش نکن، به زودی از اینجا خواهی رفت. تو قدرت این کارها را نخواهی داشت. سرورم، حرفهای حکیم را شنیدید والده. این دارو به شما نیرو خواهد بخشید. دستم را فشردند. سرورمان هم خوشحال شدند. پس سرورمان به این خاطر از اتاقشان آمدند. سلطانم، به شما گفته بودم والده‌مان حالشان خوب می شود و به زودی بین ما خواهند بود. تنها خواسته من هم همین است، چون کسانی که از این شرایط سوء استفاده می کنند به خواسته هایشان نخواهند رسید. سلطانم، گلفم خاتون، سرورمان شما را خواستند. واقعاً؟ آره. باشد، خواهم آمد. با اجازه سلطانم. شما باید مرا راهی کنید والدم. من بدون دعای خیر شما نخواهم رفت. بهتر است که والده‌مان رو بیش از این خسته نکنیم. باید استراحت کنن، مگر نه دایه؟ حق با شما سلطانم. شبتان بخیر والدم. گلفم خاتون، سرورمان تو را برای چه فرستادند؟ نظرم را درباره انتخاب یک خزانه‌دار جدید پرسیدند. من هم شخصی را انتخاب کردم، اما ایشان نپذیرفتند. کسی را تعیین نکردند؟ تعیین شد سلطانم، تعیین شد. رئیس خزانه‌دار حرم من هستم. چه خوب. تبریک میگویم گلفم خاتون. سپاسگزارم سلطانم. مبارک باشد گلفم خاتون. ممنون. خداوند یاریتان کند. آمین. با اجازه شما. دایه خاتون، میخواهم از تجربیاتتان استفاده کنم. البته گلفم خاتون.
من تحت امرتان هستم. سلطانم، تو داری تنها زندگی میکنی. در خانه‌ات را باز مگذار. حتما خوب بسته نشده است. شما اینجا... رفته بودم به قصر خدیجه سلطان. در راه خواستم سری هم به تو بزنم. میخواهی بروی سفر نگار؟ من از اینجا میروم سلطانم. تنهایی سخت است. دست دای خاتون درد نکند. اجازه دادند که در عمارتشان بمانم. به آنجا خواهم رفت. همان عمارتی که من به او بخشیدم؟ شما برای چه آمدید سلطانم؟ میخواهید من کاری انجام دهم؟ آنچه که از تو میخواهم زمانی معلوم میشود که باور کنم خیانت کرده یا نه. نگار، نکند از من فرار میکنی؟ حاشا سلطانم، چه فراری؟ نگار، من عادل بودم، باز هم میخواهم باشم. میخواهم همیشه حق به حقدارش برسد. من نمیخواستم اینطور شود. شما میدانید چقدر برایتان احترام قائلم. اما تقدیر با من کاری کرد که مات و مبهوت ماندم. دست و پایم را بست. نگار، درد تو چیست؟ اگر میخواهی چیزی به من بگویی الان بهترین زمانش است، زیرا ممکن است این آخرین دیدارمان باشد. از این پس حتی اگر هم بخواهی نمیتوانم کمکت کنم. چیزی ندارم به شما بگویم. همان گونه که گفتم به عمارت خواهم رفت. آنجا خدمه هم هستند. دیگر تنها نخواهم بود. پس که اینطور سفرت بی خطر؟ سلطانم، اتفاقی افتاده پرچم آقا؟ خیلی سلطانم، همه چیز همانطور که شما دستور داده اید است. بسیار خوب، مراقب باش، او برای من مهم است. نگران نباشید سلطانم، جای او بسیار امن است. نباید به نگار آسیبی برسد. جای امن است یا خیر؟ خیالتان راحت باشد، جایشان امن است. پس با این حال می توانیم کارمان را انجام دهیم. وقت آن رسید که ابراهیم به زانو در بیاید.
تو که هستی؟ از من چه میخواهی؟ تو مرا از قدیم میشناسی نگار. گلشاه، مگر نمرده ای؟ گمان کردی به همین راحتی از شرم خلاص میشوی؟ سلطانه، تو به کارت برستایه. والدم، امروز حالتون چطور است؟ یک موضوعی است که میخواستم بدانید، زیرا چیزی که میخواهم بگویم مربوط به شما و خانواده ایمان خواهد بود. خدا لعنتت کند، چطور دوباره زنده شدی؟ گفته بودم قدرت ابراهیم پاشا به هر کسی نخواهد رسید. مرا رها کن گلشاه. اکنون پاشا همه جا در پی یافتن من است. هرچه باشد من بچه او را دارم. فکر کردی تو را سالم میگذارم؟ پاشایت خبر ندارد که دزدیده شدی. گمان میکند در راهی. تا بخواهد به او برسد کار از کار گذشته است. این کار را نکن گلشاه. این بچه به خدا بیگناه است. به او رحم کن گلشاه. مگر شما به من رحم کردید؟ تا حد مرگ مرا کتک زدند، با خنجر مرا زدند. من جانم را به سختی به دست آوردم. اگر خرم سلطان نبود نمیدانم چه میشد. خرم سلطان؟ درست است. او همه چیز را میداند. میداند که از ابراهیم پاشا حامله هستی. دیگر تمام شد. روزگار ابراهیم پاشا به سر آمد. باور کنید از این حال شما بسیار ناراحتم، چون با تمام کارهایی که در حقم کردید هیچ وقت بیماری شما را نخواستم، به شما احترام گذاشتم. حتی اعتراف میکنم شیفته شمام، شیفته ابهت، زیباییتان، صحبت کردنتان. به همین خاطر بارها سمت شما آمدم و دست دوستی به سویتان گرفتم، اما هرگز دستم نگرفتید. ای کاش مرا قبول می کردید. به جای اینکه سعی کنید مرا از بین ببرید درکم می کردید. با این مشکلات روبرو نمی شدیم و هیچ کس نمی توانست مقابلمان بایستد و همه با آرامش و صفا در کنار هم زندگی می کردیم. اینها را نمی گویم که شما را ناراحت کنم والدم. هرچه بوده دیگر گذشته. من هنوز هم برای شما احترام قائلم. برای اینکه خیالتان آسوده باشد می گویم سلیمان تنها دلیل بودن من است. من جوری عاشق پسر شما هستم که هیچ کس در این دنیا نمیتواند تصور کند. من برای خوشبختی و سعادت او حتی راضی هستم که در آتش جهنم بسوزم. بگذاریم. من برای گفتن مسئله دیگری آمدم.
ابراهیم پاشا، داماد عزیزتان، او قدر هیچ چیز را نمی‌داند، نه قدر سلطان با ارزش و زیبایمان خدیجه را، نه قدر محبت‌های سرورمان را، چون یک خائن است. خائنی که با نگار کالفا در رابطه است و خاتون از او باردار است. میخواهم بروم نزد خدیجه سلطانمان. ناراحت هستم والدم، نمیتوانم اجازه دهم که او با دروغ زندگی کند. سلطانم، مراقب باشید والدمان خسته نشوند. حکیم ها تأکید کردند. بسیار خوب، میروم. دوباره خواهم آمد والدم. اصلا ناراحت نباشید، من حواسم هست. بعد از این همه چیز خوب خواهد شد. سرانجام روزی تسلیم سرنوشت خواهی شد. سلطان باشی یا فقیر، واقعیت برای همگان یکسان خواهد بود. بپذیر که تو نیز مانند سلیمان شده ای. آن زمان که تقدیرت به سراغت آید، دیگر تخت و تاج و سلطنت فایده ای نخواهد داشت. همه این سرزمین ها خاکی بی ارزش بیش نخواهد بود، زیرا که آن هنگام وقت وداع فرا رسیده است. قبول کن سلیمان، دنیا یک سراب است، گذرگاهی است زیبا. نفسی که میکشی، خاکی که بر آن گام میزنی، آبی که مینوشی، آتشی که به تو گرما میبخشد، همگی وهم و خیال است. آنها را پایدار ندان. هر کس که این خواب و خیال را باور کند، ناگزیر یک روز بیدار خواهد شد. فرقی نمی کند سلطان باشی یا فقیر، واقعیت برای همگان یکسان خواهد بود. سلیمان، روزهاست نه صدایت را شنیدم نه رویت را دیدم. عزیز من سلطانم، وقتی تو را در این حال میبینم، هر نفسی که میکشم برایم زهر است. این عزا کی تمام میشود؟ خرمم، اگر دریای حوادث مرا درگیر موجهایش کند، خدا را شکر عشق تو مرا نجات خواهد داد.
گلفم خاتون. سلطانم، خوش آمدید. من هم میخواستم شما را ببینم. اتفاقی افتاده است؟ تدارکات مصطفی برای رفتن به مانیزا در چه حال است؟ همانطور که میدانی 3 روز دیگر راهی خواهد شد. همه کارها انجام شده است سلطانم. من خودم پیگیری نمودم. خوب است. نمیخواهم چیزی کم باشد. میخواهم مصطفی را خیلی با شکوه راهی کنم. بگذاریم. تو برای چه آمده بودی؟ اگر برای دفاتر است آنها را حل میکنم. بودجه‌ای رسیده، نگران نباش. متوجه شدم. من برای تصمیم سرورمان آمدم. امروز صبح ایشان را دیدم. سرورم درباره اداره حرم به من دستور دادند. با دستور رسمی ایشان دیگر از این پس می توانید وظیفه اتان را به خوبی انجام دهید. آداب و رسوم اینطور است که ماهیدوان هم همراه فرزندش برود، اما نمی رود. اصلا نمی توانم دلیل این مسئله را درک کنم. وقتش که برسد خرم حتما خواهد رفت و تا آن زمان اداره حرم را همراه گلفم انجام خواهد داد. این را درک کن. درک خواهم کرد. دردی که ماها کشیدم را کسی نمی داند. اما اکنون که این گونه تصمیم گرفته ای دیگر حرفی ندارم. تنها حرفم این است، امیدوارم که از این تصمیم پشیمان نشوی سلیمان. پدر جان. مهریما، نزدیک بیا. دختر زیبای من، مهتاب من، بیا بنشین. پدر، دلم برای عمه خدیجه تنگ شده. کی به اینجا خواهد آمد؟ پیغام فرستادم، امروز خواهد آمد. بالاخره باز میگردن سلطانمان. حالشان خیلی بد بود. انشالله که بهبود یافتند. وقت رفتن هیچ خوب نبودند. بیهان او را تنها نگذاشت. برایش بهتر بود از اینجا دور باشد. عمه بیهانم خواهد آمد. دلم برای او تنگ شده. هیچ نفهمیدم کی آمد. صبر کن. سلطانم. پرچم آقا، دیگر وقت نقشه من رسیده. خدیجه سلطان فردا از امارت بیهان خواهد آمد. به قصرش برمیگردد. چه دستور می دهید؟ نزد نگار کالفا برو. در تاریکی هوا او را به خانه‌اش ببرید. فردا باید این کار تمام شود. فرجام ابراهیم پاشا رسیده. متوجه شدم. همکنون خواهم رفت. بسیار دقت کن. مراقب باش کسی متوجه نشود. اگر نگار فرار کند نقشه های من خراب می شود. مراقب گلشاه هم باش. نگران نباشید سلطانم. من خود مراقب هستم. خوب است. منتظر خبرم باش.